سوره اسراء در مکه نازل شده است و از 111 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک است آن الله که بنده خود را با جسد و روح بیدار نخواب شب از مسجد الحرام یعنی مکه به مسجد الاقصی که گرداگردش را با زراعت و میوه ها برکت داده ایم سیر داد تا بعضی از آیات خود را به او بینماییم. البته او شنوا و بیناست. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. و کتاب تورات را به موسی دادیم و آن کتاب را راهنمای بنی اسرائیل گردانیدیم که جز من سرپرست دیگری در امر دین و دنیایتان انتخاب نکنید. ذریة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا. ای فرزندان مردمی که با نوح در کشتیشان برداشتیم، ما پدران شما را از غرق شدن نجات دادیم، پس الله را در مقابل نعمتهایش شکرگزار باشد. بدانید که او یعنی نوح بنده سپاسگزار بود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. و بنی اسرائیل را در توراتی که به آنها نازل شده بود خبر دادیم که 2 بار در زمینی یعنی شام و بیت المقدس فساد میکنید و نیز سرکشی میکنید و سر به طغیان خواهید داشت. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. چون از آن 2 بار وعده نخستین در رسید، گروهی از بندگان خیش را که جنگاوران زورمند بودند بر سر شما فرستادیم. آنان حتی درون خانه ها را هم تفتیش میکردند و این وعده یعنی غلبه و انتقام به انجام رسید. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
باری دیگر چون اصلاح شدید شما را بر آنها یعنی جالوت و لشکرش غلبه دادیم و به مال و فرزند مدد کردیم و بر شمارتان در زمان داوود علیه السلام افزودیم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله به بنی اسرائیل می گوید اگر نیکی کنید به خود می کنید و اگر بدی کنید به خود می کنید و چون وعده دوم فرا رسید کسانی را بر سرتان فرستادیم تا شما را با آزار و الم رسانیدن غمگین سازند و چون باری اول که به مسجد در آمده بودند به مسجد درآیند و به هر چی دست یابند نابود سازند. معنای وعده دوم و آمدن این وقت در زمانی بود که پیامبر الله یحیی ابن زکریا را کشتند. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. شاید پروردگارتان بر شما ای بنی اسرائیل رحمت آورد اگر از گناه توبه کنید و اگر به معصیت و گناهکاری باز کردید باز می‌کردیم برای عذاب کردنتان در این جهان و جهنم را زندان کافران ساختیم. این آیت و آیت قبلی برای این امت وعده سخت است تا گرفتار عذابی سخت نشوند چنانه که بر بنی اسرائیل فرود آمده بود. تفسیر بغوی. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. همانا این قرآنی که بر بنده ما محمد صلی الله علیه و سلم فرود آوردیم مردم را با راه هدایت می کند که آن استوارتر است و به مؤمنانی که کارهای شایسته می کنند مژده می دهد که آنان پاداشی بزرگ دارند. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. و البته برای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند عذاب دردآور و آن دوزخ است مهیا کرده ایم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. و آدمی گاهی از غضب بر جان خود یا فرزند یا مالش دعای بد می طلبد چطوری که دعای خیر می کند. اگر الله آن دعایش را قبول کند هلاک می شود ولی به فضل و رحمتش اجابت نمی کند و آدمی طبیعتاً به خرسندی و سختی بی صبر و شتابکار است. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية
النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا. و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم. نشانه شب را تاریکی گردانیدیم و نشانه روز را روشنی، تا به طلب رزقی که پروردگارتان مقرر داشته است برخیزید و شمار سالها و حساب را بدانید. اگر الله آفتاب و ماهتاب را به حالی که خلق کرده بود می گذاشت، شب را از روز شناخته نمی شد و نه وقت روزه و حج دانسته می شد و نه وقت راحت و دمگیری، و ما هر چیز را به تفصیل بیان کرده ایم. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. کرداری نیک و بدی هر انسان را چون طوق به گردنش آویخته ایم و در روز قیامت برای او نامه اعمالش را گشاده بیرون آوریم تا در آن بنگرد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. در آن روز به او گفته می شود بخوان نامه اعمال هایی که در دنیا کرده بودی. امروز تو خود برای حساب کردن عمل هایت بسنده ای. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هر کی راه حق را دریابد سپس آن راه حق را پیروی نماید، فایده آن تنها برای خود او می رسد. و هر کی از راه حق گمراه گردد و راه ضلالت را پیروی نماید، زیان آن تنها بر خود او باز می گردد و هیچ کس بار گناهان دیگری را بر خود نبردارد و ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم تا آنگاه که پیامبر بفرستیم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. چون بخواهیم دهه را هلاک کنیم به سرکشان آنجا می فرماییم تا در آنجا نافرمانی کنند و آنگاه عذاب بر آنها واجب گردد و آن دهه را نابود سازیم. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بعد از نوح چه بسیار مردمی را که ایمان نآوردند هلاک کردیم و بسنده است که پروردگاری تو از گناهان بندگانش آگاه و به آنها بیناست. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هر کس که خواهان این جهانی تیزگذر باشد و امید به آخرت نداشته باشد، در آن هر چی را بخواهد زود به او می‌دهیم. سپس آنگاه در آخرت جهنم را جایگاه او سازیم تا سرزنش شده، یعنی از طرف الله، فرشتگان و مردم، و رانده شده، یعنی از رحمت الله، به آن درافتد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. و هر که خواهان ثواب آخرت باشد و در طلب آن تلاش کند و مؤمن باشد، پس آنها کسانی اند که مورد سپاس و تقدیر قرار می گیرند. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. همه را، چی آن گروه را که آخرت را طلب دارند و چی آن گروه را که دنیا را طلب دارند، از عطای پروردگارت پی در پی خواهیم داد، زیرا عطای پروردگارت هرگز از کسی ممنوع نگشته است. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا. بینگر که چگونه بعضی هایشان را در دنیا به فراخی رزق و کمیش و آسانی و دشواری و دانا و نادانی و دیگر چیزها بر بعضی دیگر برتری نهادیم. و بیگمان درجات آخرت افزونتر و بزرگتر است. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. با الله برحق معبود دیگری را قرار مده که آنگاه به شریک آوردنت در مذمت و خواری و بیاور خواهی ماند. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. پروردگارت فرمان داده است که ای انسان، جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، یعنی علال خصوص در سن پیران سالیشان. اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها در نزد تو به سن پیری رسند، به آنان اوف مگو و به سر آنها فریاد مزن و با احترام به آنان سخن بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. در برابرشان از روی مهربانی بازوی خاکساری را پست کن، یعنی نه از روی ترس و نه از برای امیدواری آنها، و بگو
ای پروردگار من، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند بر آنها رحمت آور، یعنی هم در حیات و هم بعد از حیاتشان. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ای مردم، پروردگارتان از هر کسی دیگر به آنچه در دلهایتان می‌گذرد از نیکویی به پدر و مادر و نافرمانیشان داناتر است و اگر از صالحان و فرمانبرداران حقوق پدر و مادر باشد پس او همیشه توبه کنندگان را بخشنده است. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. حق خویشاوند و مسکین و در راه مانده را ادا کن و هرگز اسراف کاری مکن در نفقه کردن، بلکه میانه باش. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بیگمان اسرافکاران برادران شیطانند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. و اگر از آنان به خاطر طلبی رحمت پروردگارت که به آن امید داری روی میگردانی پس به آنان سخنانی نرم بگو. یعنی وقتی که تو را خویشاوندانت و کسانی که الله تو را در حقشان امر نموده است بپرسند تا چیزی برایشان بدهی از رزق و روزی ولی چیزی را در دست نداری و از سبب دست تنگیت از آنها روی میگردانی پس برایشان وعده ده که اگر رزق الله بیاید انشاءالله برایتان برسانیم. تفسیر ابن کثیر. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. و دست خود را در کار خیر به گردن خود بسته مکن از بخیلی و آن را به اسرافکاری به تمام کشات هم مگیر که آنگاه در صورت بخل ملامت شده حسرت زده بنشینی. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بیگمان پروردگارت رزق و روزی هر کسی را بخواهد فراخ می نماید و رزق و روزی هر کسی را بخواهد کم و تنگ می گرداند چون که الله به بندگانش آگاه و بیناست. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. و هر وقتی که دانستید که رزق از جانب الله است پس ای آدمان فرزندان خود را از بیم تنگ دستی نکشید. ما هم شما را روزی می دهیم و آنها را. البته کشتن آنها گناهی بزرگ است. یعنی اهل جاهلیت به دختران میراث نمی دادند بلکه دختران خود را می کشتند تا کم بغلیشان بسیار نشود و از همین سبب نهی کرده شد. تفسیر ابن کثیر 5 صفحه 72.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا. و به زینا نزدیک نشوید تا این که در آن دچار مشوید. زینا کار زیشت و راهی بد است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. کسی را که الله کشتنش را حرام کرده است نکشید مگر بر حق، یعنی به قصاص یا سنگسار کردن زناکار یا کشتن مرتد. و به هر کس که به ستم کشته شود برای صاحب خون او قدرت داده ایم، یعنی خواهد قصاص گیرد، خواهد خون بها گیرد، خواهد ببخشد، ولی در قصاص از حد نگذرید. بیگمان خون کشته شده بر کشنده‌اش یاری داده شده است. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به روشی که نیکوتر است تا اینکه یتیم به دوران کمال برسد و به عهد و پیمان خود وفا کند، زیرا از عهد و پیمان خود پرسیده می شود. و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. چون چیزی را با پیمانه چین کنید پیمانه را کامل گردانید و با ترازوی درست برکشید که این بهتر است برایتان در دنیا و عاقبتش در آخرت نیکوتر است. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. ای انسان، از پی چیز مرو که به آن آگاهی نداری. بیگمان گوش، چشم و دل هر یک مورد سوال واقع خواهند شد. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. خرامیده با غرور و خودپسندی بر زمین راه مرو، چرا که نمی توانی زمین را بشکافی و به بلندی کوه‌ها برسی. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. همه این کارهایی که الله نهی کرده است ناپسند است و پروردگار تو آنها را ناخوش دارد. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ای پیامبر،
این حکمت است که پروردگارت به تو وحی کرده است. ای انسان، با الله برحق معبود دیگر را مقرر مکن که ملامت شده و رانده شده در دوزخ انداخته شوی. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. آیا پروردگارتان برای شما مخصوص پسران انتخاب کرد و خود فرشتگان را به دختری اختیار کرد؟ حقا این سخن است وزنین، سخن بسیار بد که بر زبان می آورد. نسبت دادن آن به الله لایق نیست. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. و به درستی ما سخنان حق را گوناگون در این قرآن آوردیم تا اینکه پند گیرند و آنچه که به فایده آنهاست قبول نمایند و آنچه بر ضرر آنهاست آن را ترک نمایند. ولی ظالمان جز به دور شدن از حق نیفزایند. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ای پیامبر، به مشرکان بگو همچنان که میگویند اگر با الله معبودان دیگری هم میبودند، پس آن معبودان به سوی صاحب عرش بزرگ راه می جستند. در ترجمه دیگر چنین آمده است: بگو همچنان که می گویند اگر با او خدایان دیگری هم بودند، پس به سوی صاحب عرش راه جسته بودند. سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. او پاک است و از آنچه در بارش می گویند برتر و بالاتر است. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هفت آسمان و زمین و هرچی در میان اینهاست از مخلوقاتش او را به پاکی یاد می کنند و موجودات نیست مگر آن که با ستایش او را به پاکی یاد می کنند. ولی شما یعنی ای آدمان یاد کردن آنها را نمی فهمید. او بردبار و آمرزنده است. در ترجمه دیگر چنین آمده است: آسمان های هفتگانه و زمین و هر کی در آنهاست او را به پاکی می ستایند و هیچ چیز نیست مگر آن که او را به پاکی یاد می کند، ولی شما تسبیح آنان را در نمی یابید. بی تردید او همواره بردبار و آمرزنده است. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. ای محمد صلی الله علیه و سلم، هنگامی که قرآن میخوانی میان تو و آنان که به قیامت ایمان نمی آورند پرده غوث قرار می دهیم
که از شنیدن آن فایده نمی بینند و راه نمی یابند. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. و بر دلهاشان پرده می افکنیم تا معنای قرآن را در نیابند و در گوشهایشان سنگینی ایجاد می کنیم. و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی، باز به عقیب با نفرت می گردند و می رمند. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما بهتر می دانیم مقصدی بدی آن سرداران قریش را که چون به تو گوش می دهند. وقتی که تو ای محمد صلی الله علیه و سلم قرآن می خوانی و حال آن که گوش کردنشان از برای هدایت یافتن و قبول حق نیست، بلکه از برای عیب گویی است. و می دانیم هنگامی که آنها با هم در گوشی یکدیگر صحبت می کنند، آن زمان که ستمکاران می گویند شما به جز مرد جادو کرده کسی را پیروی نمی کنید. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بینگر ای محمد صلی الله علیه و سلم که چگونه برای تو مثلها زدند. گفتند محمد جادو کرده، شاعر و دیوانه است، پس گمراه شدند و به سوی حق راه یافته نمی توانند تا بیرون آیند. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. گفتند یعنی منکران روز قیامت، دروغ گویان روز قیامت، آیا اگر از ما استخوان بماند و خاک شویم، باز هم با آفرینشی نو از قبر برمیخیزیم؟ قل كونوا حجارة أو حديدا. بگو ای محمد اگر توانید از این هم زور و توانا باشد، سنگ باشد یا آهن، الله باز میگرداند شما را چنانه که نخستین بار آفرید و دوباره زنده شدن شما بر وی آسان است. او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. یا این که آفریده دیگری باشد که در نظرتان بزرگ می نماید، خواهند گفت چی کسی ما را باز می گرداند؟ بگو همان اللهی که نخستین بار شما را آفرید. پس سرهایشان را به سهولت تکان داده می گویند آن کی خواهد بود؟ بگو شاید که نزدیک باشد. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. روزی که الله شما را به سوی خود می خواند
و شما از قبر برخسته ستایش گویان امر او را قبول میکنید و میپندارید که در دنیا اندک آرامیده اید. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. و به بندگان من بگو که با یکدیگر به بهترین شیوه سخن بگویند و اگر آن طور نگویند به درستی شیطان در میان آنها نیزا یعنی دشمنی و فساد می افکند، زیرا شیطان دشمنی آشکاری آدمی است. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. پروردگارتان به حال شما آگاه تر است. چه کس سزاوار هدایت است و چه کس سزاوار نیست. اگر بخواهد بر شما رحم می کند و به سوی ایمان توفیق می فرماید و اگر بخواهد بر کفر شما را می میراند، عذابتان می کند و ما تو را ای محمد نگهبان آنها و مراقب احوال آنان نفرستاده ایم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. و پروردگاری تو با کسی که در آسمان ها و زمین است آگاه تر است. بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری نهادیم، یعنی به بزرگی و به بسیار امت داشتنشان، و به داوود زبور را داده ایم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به مشرکان قومت، آنهایی را که جز الله برحق معبود دیگری را میپندارید فرا بخوانید، نمیتوانند بلا را یعنی قحطی و گرسنگی را از شما دور سازند یا آن را نصیب دیگران کنند. پس قادر بر همه چیز یگانه الله است. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. کسانی را که کافران می پرستند از پیامبران، فرشتگان و صالحان که خودشان به سوی پروردگار خیش وسیله نزدیکی را طلب می کنند که کدام یک از آنها نزدیکتر باشد و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او می ترسند. بیگمان عذاب پروردگارت ترسناک است. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسطورا. و هیچ شهری یعنی از شهرهایی که پیغمبران را دروغ برآوردند نیست مگر این که ما پیش از فرا رسیدن روز قیامت هلاکش میکنیم
یا به عذاب سخت گرفتارش می سازیم و این در آن کتابی لوح محفوظ نوشته شده است. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما را از نزول معجزات باز نداشت مگر اینکه امتان پیشینه پس از مشاهده دروغش میپنداشتند. و قوم ثمود به عنوان معجزه روشن ماده شتر را دادیم. بر آن ستم کردند، کافر شدند، پس هلاکشان کردیم و ما این معجزات را جز برای ترسانیدن برای چیزی دیگری نمی فرستیم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. و به یاد آر ای رسول، آنگاه که تو را گفتم پروردگارت بر همه مردم آگاهی کامل دارد و آن دیدار را که در شب معراج برای تو میسر کردم و قصه درخت ملعون که در قرآن آمده است بجز آزمایش برای مردم چیزی دیگر نبود. ما مردم را می ترسانیم ولی تنها باز کفر و سرکشیشان افزوده می شود. معنای درخت ملعون یعنی کافران بنابر شنیدن قصه معراج و درخت زقوم تصدیق نکردند و استهزا و مسخره می کردند که در دوزخ درخت چگونه می روید. تفسیر بغوی 5 صفحه 103. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. و یادار چون به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، پس همه سجده کردند بجز ابلیس که تکبر کرده گفت آیا برای کسی که از گیل آفریده سجده کنم؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. شیطان گفت به من بگوی آیا این همان کسی است بر من برتری داده ای؟ این بسا جای تعجب است. اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی فرزندان او را جز اندکیشان به گمراهی کشانیده از بیخ برکنم و نابودشان سازم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الله فرمود برو، جزای تو و هر کس که پیروی تو گردد جهنم است. به درستی که جزای سزاوار و کامل است. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشیطان الا غرورا. با فریاد خیش هر کی را توانی از جای بجنبان، یعنی به سوی معصیت یعنی گناه، و با یاری سواران و پیادگانت بر آنان بیتاز و در مال و فرزند به کسب حرام با آنان شریک شو و به پیروانت وعده دروغ بده، و حالان که شیطان جز به فریب وعده دیگرشان ندهد. این عبادی لیس لك علیهم سلطان وکفی بربک وکیلا. بگمان تو را بر بندگان من، آنانی که به اخلاص مرا فرمان برداری می کنند، هیچ غالبیت نباشد و پروردگاری تو ای محمد برای نگهبانی مؤمنان از مکر شیطان کافی است. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحیما. پروردگار شما که کشتی ها را در بحرها برایتان روان می کند تا از فضل او روزی خود به دست دارد، زیرا با شما مهربان است. و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان کفورا. چون در دریا به شما سختی یعنی غرق شدن برسد، همه آنهایی که می پرستید از نظرتان گم شوند غیر از الله، و چون دعای شما را قبول کند به ساحل نجات برساند، از طاعت او روی می گرداند، زیرا آدمی یک مخلوق بسیار ناسپاس است. افامنتم ان یخسف بكم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وکیلا. آیا امین هستید از این که ناگهان شما را در گوشه از زمین فرو برد، یا تندباد ریگبار چنان که بر قوم لوط علیه السلام فرستاده بود بر شما بفرستد، سپس برای خود هیچ نگهبان نمیابید؟ ام امنتم ان یعیدکم فیه تارة اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبیعا. آیا امین شده اید از این که باری دیگر شما را به دریا بازگرداند و طوفان تندی کشتی شکن بر شما بفرستد و به خاطر ناشکرگزاری که ورزیده اید غرقتان سازد؟ بعد از آن کسی را نیابید که در برابر آنچه به شما کرده ایم از ما انتقام بگیرد. همانا الله به اندازه ذره بر شما ستم نکرده است.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم به عقل و به فرستادن پیامبران و همه چیز را برایش مطیع یعنی اطاعت کننده گردانیدیم و بر بحر و خشکی بر سواری های گوناگون سزاوار کردیم و از چیزهای خوش و پاکیزه روزی دادیم و بر بسیار از مخلوقات خویش برتریشان دادیم. یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا. به یاد آر ای پیامبر روزی که هر گروه از مردم را با پیشوایانشان بخوانیم نامه اعمال هر کی به دست راستش داده شود پس آنها نامه اعمالشان را میخوانند و به اندازه رشته باریکی که در درون دانه خرماست یعنی کنایه از چیزی کم ستم نمیبینند. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. و هر کی در این دنیا نابینا باشد یعنی از دلیل های قدرت الله در آخرت نیز نابینا و گمراه تر است. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. و نزدیک بود که تو را ای محمد مشرکان از آنچه بر تو وحی کرده بودیم بیراه سازند تا غیر حکم قرآن را به دروغ به ما نسبت بدهی آنگاه با تو دوستی کنند. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. و اگر ما تو را استوار بر حق نمی داشتیم نزدیک بودی که از بسیار رغبت داشتنت در هدایت آنها به سویشان اندک میل کنی. در ترجمه دیگر چنین آمده است و اگر به تو پایداری نمی دادیم نزدیک بود که اندک به آنان میل کنی. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. آنگاه عذاب دنیا و عذاب آخرت را به تو می چشانیدیم و برای خود در برابر ما یاوری نمی یافتی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. و نزدیک بود که تو را مشرکان از این سرزمین مکه بلغزانند تا آواره‌ات سازند و خود پس از تو جز اندک زمان نمی ماندند. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. سنت الله درباره پیامبرانی که پیش از تو فرستاده ایم نیست چنین است و سنت ما را
تغییر پذیر نیابی. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. از هنگام زوال خورشید تا آنگاه که شب فرا می رسد نماز را برپای دار و نماز صبحگاه را بخوان. بیگمان در نماز صبحگاه همه فرشتگان شب و فرشتگان روز حاضر شوند. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و در قسمت از شب برخیز و نماز تهجد بخوان. این نافله یعنی نماز شب خاص تو است. باشد که پروردگارت تو را به مقام پسندیده برساند. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بگو ای پروردگار من، مرا به طور راستی و پسندیده یعنی به هر کار داخل کن و به طور راستی و پسندیده بیرون بر و مرا از جانب خود پیروزی و یاری عطا کن. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بگو ای محمد برای مشرکان، حق یعنی اسلام آمد و باطل یعنی شرک نابود گشت. بیگمان باطل همیشه از میان رفتنی و نابود شدنی است. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را فرود می آوریم که وی برای دلهای مؤمنان شفا می بخشد از شک و نفاق و جهالت و نیز شفا می بخشد به خواندن کسلی های بدنی. و قرآن نیز رحمت است، ولی کافران از شنیدن آن و نبودن ایمانشان به آن برایشان جز زیان نمی افزاید. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یئوسا. چون به انسان نعمت عطا کنیم یعنی مال، عافیت، رزق و نصرت، روی گردان شده و خویشتن کنار می کشند و تکبر می ورزند و چون سختی به او رسد مایوس و ناامید می شود. یعنی در ترجمه دیگر چنین آمده است: چون به انسان نعمت دادیم روی گرداند و خود را به یک سو کشید و چون ضرر به او رسید ناامید کردید. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بگو هر کس بر روش خویش کار می کند و پروردگارتان بهتر می داند که چه کسی راه یافته تر است. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تو را ای پیامبر مشرکان از حقیقت روح می پرسند. بگو روح چیزی است که تنها پروردگار من از آن آگاه است و شما
و جمع مردم از علم بجز اندک چیز داده نشده اید. یعنی روحی که انسان با آن زنده است. تفسیر بغوی 5 صفحه 126. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. اگر بخواهیم همه قرآن را که بر تو وحی کرده ایم از دل تو بر می داریم و آنگاه کسی را نخواهی یافت که در این باره در برابر ما از تو دفاع کند یا که قرآن را بر تو بازگرداند. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. مگر باقی گذاشتن قرآن در دل تو به سبب رحمت از جانب پروردگارت است که واقعاً انعام او درباره تو بسیار است. یعنی قرآن عظیم، مقام محمود و دیگر نعمت‌هایی که به دیگر جهانیان داده نشده است. تفسیر طبری 17 صفحه 546. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو اگر انس و جن گرد آیند و اتفاق کنند تا مانند این قرآن را بیاورند، هرگز نمی توانند مانند آن را بیاورند، هرچند که یکدیگر را یاری دهند. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و براستی که در این قرآن هر مسئله را برای مردم با شیوه های گوناگون بیان داشتیم، ولی بیشتر مردم جز انکار و ناشکری نپذیرند. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. مشرکان گفتند به تو ای محمد ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر این که برای ما از زمین چشمه روان سازی. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا. یا تو را باغی باشد از درختان خرما و انگور که در مابینش نهرها را فراوان جاری گردانی. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبیلا. یا چنان که ادعا میکنی آسمان را پاره پاره بر سر ما فرود آوری یا الله و فرشتگان را پیش ما حاضر گردانی. او یکون لك بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. یا تو را خانه از زر و زیور باشد یا به سوی آسمان بالا روی و ما به آسمان بالا رفتنت را هم باور نمی کنیم مگر این که کتاب همراه خود برای ما بیاوری که آن را خوانیم. بگو ای محمد برایشان پروردگار من پاک است، به درستی من تنها بنده و فرستاده از سوی الله برای هدایت مردمانم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هیچ چیز مردم را از ایمان آوردن باز نداشت آنگاه که هدایتشان آمد مگر این که یعنی از روی جهل و انکار می گفتند آیا الله انسانی را به عنوان پیغمبری فرستاده است؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بگو ای پیامبر در جواب این کارشان اگر در روی زمین به جای انسانها فرشتگان میزیستند و با پای خود مثل انسانها به آرامی راه می رفتند برایشان به پیامبری فرشته از آسمان نازل می کردیم ولی اهل روی زمین بشرند پس سزاوار است که پیامبر از جنس بشر باشد تا سخنش را بفهمند. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بگو الله به عنوان گواه میان صدق من و سرکشی شما کافی است زیرا او از حال بندگانش آگاه و بیناست. و من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. و هر کی را الله هدایت کند هدایت یافته است و هر کسی را گمراه سازد جز الله برحق برای آنها سرپرست نیابی و در روز قیامت در حالی که چهره هایشان رو به زمین است کور و گنگ و کر زنده و جمعشان میکنیم و جهنم جایگاه آنهاست. هر وقتی که شعله آن فرو نشیند برایشان آن را بیفزاییم یعنی نمی بینند و سخن نمی زنند و نمی شنوند حق را این چونین در آخرت جزایشان کور و گنگ و کرانند. تفسیر ابن کثیر 5 صفحه 123. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون
لمبعوثون خلقا جديدا. این جزای آنهاست، زیرا به آیات ما ایمان نیاوردند و گفتند آیا چون ما استخوان شدیم و خاک ما را به صورت تازه زنده می کنند؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. آیا نمی دانند اینها مشرکان که الله که آسمان ها و زمین را از نیستی آفریده است قادر است که مانند آنها را بعد از فنایشان بیافریند و برایشان مدتی عمر نهاده که در آن شک نیست. اما ظالمان جز کفر و انکار چیزی دیگری را قبول نکردند. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم برایشان اگر شما ای مردم مالکی همه خزینه های رحمت پروردگار من می بودید از بیم تنگ دستی بخیلی پیشه می کردید، زیرا آدمی بسیار بخیل و تنگ نظر است. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. از بنی اسرائیل بپرس که چون موسی نزد آنان آمد و او 9 نشانه آشکارا داده بودیم و فرعون به او گفت ای موسی پندارم که تو را جادو کرده باشند. یعنی 9 نشانه آشکارا: عصا، دست، قحطی، بحر، طوفان، ملخ، شبوشک، قورباغه و خون می باشد. تفسیر ابن کثیر 5 صفحه 124. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسی به فرعون گفت به حقیقت می‌دانی این نشانه های آشکار را جز پروردگار آسمان ها و زمین نفرستاده است و من ای فرعون تو را به یقین هلاک شده می‌بینم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فرعون قصد آن داشت که آنها را از سرزمین مصر برکند، ولی ما او و همراهانش را غرق ساختیم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا. و پس از فرعون و لشکرش به بنی اسرائیل گفتیم
در آن سرزمین شام ساکن شوید و چون وعده آخرت رسد همه شما را با هم زنده و جمع میکنیم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. این قرآن را به حق نازل کرده ایم بر محمد صلی الله علیه و سلم و به حق و صدق، عدل و از تغییر و تبدیل نگاه داشته شده نازل شده است و تو را نفرستادیم مگر آن که مژده دهی به جنت آن کسی را که فرمان برداری میکند و بیم دهی به دوزخ آن کسی را که نافرمان برداری و کفر میورزد. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا. و قرآن را کم کم، یعنی در مدت 23 سال، به گونه آیت‌ها و بخش‌های جداگانه نازل کردیم تا تو آن را آهسته آهسته و اندک اندک بر مردم بخوانی و به این وسیله جذب دلها و اندیشه ها شود و در عمل جاری گردد. و قرآن را به حق فرو فرستادیم و به حق فرود آمده است. قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بگو ای کافران، خواه به قرآن ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، اختیار خوشبختی و بدبختی خودتان را دارید، ولی بدانید که اعجاز و حقیقت قرآن روشن است. آنان که از این پیش دانش آموختند و با تورات و انجیل راستین سر و کار داشتند، چون قرآن برایشان تلاوت شود سجده کنان بر روی می افتند و سر تسلیم در برابر الله فرود می آورند و او را سپاس می گویند. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. و می گویند پاک است پروردگار ما از آنچه که او را نسبت می دهند مشرکان. وعده پروردگار ما انجام یافتنی است که در آن خلاف و شک نیست. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. و بروی می افتند و می گریند و قرآن فروتنی آنها را می افزاید. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بگو آنانی که بر تو این گونه دعا کردن را انکار نمودند، چی الله را بخواند چی رحمان را بخواند فرق نمی کند. هر کدام را که از اسمای حسنا که بخواند مانع ندارد، نامهای نیکو از آن اوست. ای پیامبر، هنگامی که به نماز ایستادی در نماز صدایت را بلند مکن و نیز پست هم مخوان و میان این دو راه انتخاب کن. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بگو
ای محمد صلی الله علیه و سلم، سپاس کامل الله را که فرزند اختیار نکرده است و او را شریک در ملک نیست، بلکه تمام ملک از آن اوست و به ناتوانی نیفتد که به یاری محتاج شود. پس او را به تعظیم کردن بسیار یاد کن. سوره اسراء در مکه نازل شده است و از 111 آیت عبارت است.